همین ساعت هاست. حسین تنها به میدان می رود. الله اکبر. برای دادن جان می رود. الله اکبر. مسلمانان، حسین مادر ندارد. غریب کربلا یاور ندارد. اومد جلوی خیمه زنانش، اهل و عیال و خاندانش. این جمله چرا ما توش نمیمیریم؟ همه غربت حسین در همینه. هل من ناصر ینصرنی؟ کسی از منو کمک کنه. زن و بچه اومدن بیرون. وا حسینا، عمه سادات آمد جلو، عمه امام زمان آمد جلو. آقا بخوای بری کشته شی، به غربت ما رحم کن. ما رو به کی میسپاری؟ فرمود زینبم چاره ای نیست دیگه، برای من کسی نمونده که شما رو بهشون بسپارم. آقا میشه یه بار دیگه بری با اینا حرف بزنی؟ برای که این زن و بچه دلشون محکم بشه لباس پیغمبر رو پوشید، لباس جنگ نپوشید. عمامه پیغمبر سرش گذاشت، ردای عربی رفت به طرف لشکر. صداشون زد. مردم، من که میشناسی، بابامو که میشناسی، جدمو که میشناسی، مادرمو که میشناسی. گفتن آره میشناسی. خب شما میدونید که من پسر پیغمبرم؟ گفتن میدونید. میدونید پسر فاطمه‌ام؟ گفتن میدونید. خب مگه من حرامی رو بر شما حلال کردم؟ گفتن نه. مگه حلالی رو بر شما حرام کردن؟ گفتن نه. گفتن پس برای چی با من میجنگی؟ یک جمله گفتن، نقاتلک، با تو میجنگیم بغضا لابیک، با بابات مشکل داری. اینقدر دلش سوخت، سرش انداخت پایین، شروع کرد زار زار برای مظلومیت باباش گریه کردن. وضع داشت به هم میخورد. یه نانجیبی یه سنگی رو برداشت، زد به پیشانی امام. فاصله کم بود، سنگ با شتاب خورد، سر شکاف برداشت، خون جاری شد، داره میریزه رو صورتش. لباسو زد بالا که خون بند بیاد، قلبش پیدا شد. هرمله آمد، یه تیر سه شعبه به قلب حسین و سقط الحسین من الفرس الى الارض به خده الایمن، با سمت راست به زمین افتاد. چی میگفت؟ چند تا صدا بلند شد. همچین که داشت از اسب میافتاد، امام ما دعای قربانی خواند، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و فی سبیل الله. این یه صدا عاطف غیبی بود. گو والله قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب
به خدا حسین رو کشتن. یه صدا از بطنان عرش آمد: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. یه صدا از گمدار قتلگاه از مادرش آمد: بنیا قتلوا